عزیز آقا، خیلی هم میان بابت این صدایی که این موتور داره میده میگن که ما استکانی تعویض کردیم، میلک بابا تعویض کردیم، اویل پمپ تقویت کردیم. الان یه بنده خدا اومده اینجا صاحب این ماشینه، فکر کرده صدای چیه؟ ما شاید فکر میکردیم که از فولی تصمیه باشه یا جرقه سر شم باشه، ولی خب هیچ کدومش نبود. خب حالا بریم ببینیم ایراد برای چیه. الکی هم دیگه برای این ایراد هزینه نکنیم. اگه در بیاد که در میاد، صدا کلا قطع شد به خاطر یه ایراد 200,000 تومانی. 2-3 میلیون خرج ماشین نکنید، به همین راحتی صدا قطع شد. حالا اینو بفرست بره برای هر کی که EF7 داره. خودت هم سیو کن که مطمئنم به دردت میخوره. آقا راضی هستی؟ خیلی ممنون، دمشم گرم. خیلی آقایی، یا علی مدار.